رو کشتن، انداختنش ته چاه. پلیس 24 ساعت بعد پیدا کرد. آره کشتنش. قاتلش کیه؟ هنوز پرونده رو کامل نخوندم. مگه تو کارگاهی؟ پروندهش زیر دست منه. میخوای بریم بهت نشون بدم؟ بریم ببینیم. بریم بهت نشون بدم پرونده رو با هم حلش کنیم. بریم حلش کنیم. خب چیه این پروندهش؟ آها، این در اصل یه بازیه. اسم این بازیش از آروین وفادار و این یه پاکته که کمپانی که تولید کرده اینو، شرکت که تولید کرده ایرانی هم هست اتفاقا، به نام مختوپوس. حالا آدرس پیج اینستاشونو و شبکه‌های اجتماعیشونو من زیر این ویدیو حتما میذارم برای بیننده. پشتش یه توضیح داده در مورد خلاصه بازی و نوشته که چه مدارکی توشه. من اینو یه دور بازش کردم، حالا باز میکنم شما هم ببین چه مدارکی توشه. آها. ببین اینا مدارکیه که توی بازی وجود داره و برای حل این پرونده قتل بهشون نیاز پیدا میکنی. مثلا ببین این لیست دوستان مقتوله. یا مثلا ببین اشکان این پرونده گزارش پزشکی وجود داره یا بریده روزنامه وجود داره راجع به همین قتل و اینا. دقیقاً راجع به خود قتل. حتی گواهی پزشکی هاشون هم گذاشتن. یه پرونده کامل جنایی در اختیارتونه برای اینکه قاتل رو بتونید پیدا کنید. مثلا نها کن این گواهی پزشکیه، میگه که طبق بررسی‌های انجام شده توسط تیم پزشکی قانونی وابسته به جرایم جنایی و بررسی‌های تطبیقی با توجه به نتایج آزمایشگاه خون بررسی شده روی دیوار همان چاه متعلق به آقای آروین وفادار بوده و وابستگی دیگری دیده نمی‌شود. میتونم ببینم؟ اینو من نمیدونستم. اثر انگشتارم داره اینجا اشکان. اثر انگشت؟ آره ببین این بنده خدا رو تو اون چاه کشتن. الان بهت میگم. ببین این نقشه است. اینجا چاهه. اشکان این چاهیه که مقتول توش افتاده مرده. آره ببینم اثر انگشتاست. آقا من بهت میگم منفرد قاتله. چرا؟ من مطمئنم کار منفرد کفشش کنار چاه بوده. ولی من هنوز نظرم همینه. قاتل پرویز 100 بهت میگم. این عکس جعلیه. این معلومه فتوشاپ کرده این عکسو. داده به دادگاه که چه میدونم خواسته برای خوش بهانه درست کنه. نه به نظر من منفرده. آقا جون یه دقیقه وایسا. جواب بازی تو پاکتش هست. این بارکد رو اسکن کنی جوابش میاد. بیا تو برای خودت حل کن، من برای خودم، ببینیم کی درست میگه. باشه شرط میبندی؟ شرط میبندم باهات. من میگم منفرد. منم میگم پرویز. بریم ببینیم تو.